سلام، من امیرحسین کمالو ام و این اولین ویدیو منه که دارم ضبط میکنم. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با پوینترها صحبت بکنیم. برای اینکه بفهمیم پوینترها چی ان و چیکار میکنن، باید خیلی ساده بدونیم که رم چجوری کار میکنه. من یه تصویر آماده کردم که خیلی ساده میتونیم توش ببینیم رم چجوری کار میکنه و پوینترها چی ان. خیلی ساده بخوام بگم، توی هر زبان برنامه‌نویسی وقتی ما یه متغیری رو تعریف می‌کنیم و یه مقداری رو بهش میدیم، این متغیر و مقدارش توی یه خونه از حافظه ذخیره میشه و اون خونه یه آدرسی داره. برای مثال اینجا ما یه وریبل تعریف کردیم به اسم a که نوعش اینت و مقدارش 10. این وریبل a توی این خونه از حافظه، توی این بخش از مموری، این ولیو، این مقدار رو ذخیره کرده. حالا ما یه متغیر دیگه داریم به اسم p که نوعش پوینتری از اینته. وقتی پشت یه تایپی توی گولنگ استار میذاریم، منظورمون اینه که این نوع منظورمون اینه که مثلا پوینتری از این تایپ، اینجا پوینتری از اینته. اگه استار استرینگ بود میشد پوینتری از استرینگ که مساوی امپرساین ایه. امپرساین چیکار میکنه؟ وقتی پشت اسم یه وریبلی امپرساین میذاریم، عملا بهش میگیم که آدرس خونه حافظه شما بده و عملا مقداری که این برمیگردونه امپرساین ای برمیگردونه این مقداره. عملا مقدار p برابر آدرس خونه حافظه وریبل ایه. به اینم دقت کنید که p هم خودش وریبله و باید توی خونه از حافظه ذخیره بشه. پس p توی این خونه از حافظه است، اما داره اشاره میکنه به این خونه از حافظه. یعنی مقداری که داخلشه آدرس یه خونه دیگه از حافظه است و داره اشاره میکنه به اون. میبینید که پوینت میکنه به اون. بریم توی کد. من با یه مثال توضیح میدم که پوینترها به چه درد میخورن و فرقشون چیه. خیلی خلاصه بخوام بگم، ما دو تا حالت داریم برای اینکه به یه فانکشن ورودی بدیم: pass by value و pass by reference. منظورم چیه؟ بذارید الان بهتون نشون میدم. یه فانکشن من نوشتم به اسم لاگ که این چیزی که میگیره مثلا یه x رو میگیره که نوعش اینته و این فانکشن توی یه گروتین دیگه داره اجرا میشه، یعنی به صورت کانکارنت داره اجرا میشه. کانکارنت که نمیشه گفت، به صورت موازی. تو کانکارنت هم میشه بهش گفت. من میگم مثلا کارهایی که داره میکنه این گروتینه مثلا 100 میلی ثانیه طول میکشه. ضرب در تایم دات میلی ثانیه، میلی سکند. بعد 100 میلی ثانیه میاد مقدار x رو چاپ میکنه. من میام اینجا یه وریبل تعریف کنم به اسم اینت، نوعش به اسم a، نوعش اینت، مقدارش 10 و به این لاگ a رو پاس میدم. برای اینکه حالا این برنامه زودتر از اینکه اون گروتین کارش تمام نشه، من اینجا تایم دات اسلیپ یه ثانیه‌ای میذارم. من اینو اجرا کنم، میبینید که 10 رو چاپ کرد و برنامه تمام شد. میبینید مقدار a 10. اما اگه من قبل این 100 میلی ثانیه بیام مقدار a رو تغییر بدم، مثلا اینجا بکنمش 20، چه اتفاقی میفته؟ این هنوز داره 10 رو چاپ میکنه، چون من اینجا پس بای ولیو کردم. عملا این مقدار 10 کپی شده داخل x، من ولیوشو پاس دادم پایین به این متد. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم، بگیم که نوع این x، نوع این ورودی پوینتری از اینت و اینجا هم مقدار x رو بگیریم. میخوام اینو پاک کنم با هم دیگه و ریزالت رو ببینیم، بعد بهتون میگم که چرا من پشت x استار گذاشته بودم. من اینجا میگم که آدرس خونه حافظه رو بهش پاس بده. میبینید که ارور داشت میداد دیگه. من اینجا یه امپرساین میذارم، این آدرس خونه حافظه ای بهش پاس میده. من اینو ران کنم، میبینید که چیزی که داره چاپ میکنه خونه حافظه ایه، یعنی آدرس خونه حافظه ایه، جایی که ای توی مموری ذخیره شده. کافی من پشت یه استار بزنم، این میره از این خونه حافظه، از این آدرس مقدار ای رو میگیره برای من میاره. این که 20 رو برای من گرفت. 10 بود زمانی هم که من پاس دادم به این متد مقدار ای او، مقدار رو که پاس دادم پس با رفرنس کردم. وقتی ای رو به این فانکشن دادم مقدارش 10 بوده، اما قبل اینکه این برسه به پرینت من مقدارش رو کردم 20 و چون این پس بای رفرنس بوده، یعنی من آدرس خونه حافظه‌شو رو پاس دادم پایین، این مقدار آپدیت شده رو میگیره. اینجوری بهتون بگم که شما وقتی این مقدار رو مثلا 10 رو میکنید 11، آدرس خونه حافظه‌اش تغییر نمیکنه، صرفا این ولیویی که اینجاست تغییر میکنه و عملا شما وقتی از پوینتر استفاده میکنید به اون مقداری که آپدیت شده رو به راحتی دسترسی دارید. امیدوارم که متوجه شده باشید. اگه جایی مبهم بود خوشحال میشم بهم بگید توی کامنت ها، توی توییتر، انتقادی، نظری، پیشنهادی. من اینکه خب اولین ویدیوم بود و تجربه قبلی نداشتم. امیدوارم که ویدیوهای بعدی بهتر بشه و این ویدیو به دردتون خورده باشه.